امنیت مهمه که مردم افغانستان و به خصوص شمال کشور از آن حس محرومیت می‌کنند. ولسوالی اقچه ولایت جوزجان از جمله امن‌ترین ولسوالی‌های کشور به شمار می‌رفت. و اما برای استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خبر رسیده است که مخالفین مسلح دولت تا دروازه‌های این شهر هجوم آوردند و نیروهای امنیتی اعزام شده توانایی دفاع از شهر را ندارند. جنرال دوستم قرار نمیگیرد و به نیروهای خود دستور میدهد تا آمادگی بگیرند و روانه جوزجان میشوند. حرکت قلدیده بانشی 20 متر 30 متر فاصلانı در نظر alır hamma fikri zikirler nima bo'ladi yo'lga vazifalarga bo'ladi tushunamiz Selam. Korkaklarım yok. Evet, bir salon çalışıyor. Olmayayım. Düzeltme. Nasıl? Böyle bu masayı bu maaşı cüzdan. Buna boraylı Hayır, aytım şu oturma. Burada çıldırdılar. Telefon kumadı tamam. 100 tane telefon kumadı. Bu saklanmayı. Hazır bunu kilat tutar. Ona. Tarafı bütün hafızda ettim. Bunu koymaya dedi. Telefon kumadı. Hoş giderdim. Her müdire koçaydı. Burada boraydı. Bunu qochayotgan joyini ham qo'ymaydi. Dubar shundan qarordan to'g'ri qilaydi. O'shni o'rgataydi. Bu challarni, bu chamni. Buni men doim aytaman tarbiyadan Alloh hech vaqt qo'yarmi yoshlikdan toshgacha doim shu tarbiyani qaptarda ularga bir ma'no deydi, men tomimga 9 ma'no deydi. معاون اول رئیس جمهوری همین که وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان می شود، قماندان زون شمال، قماندان امنیه ولایت جوزجان، قماندانان محلی و دیگر مسئولان امنیتی ولایت جوزجان را جهت تنظیم امور عملیات فرا می خواند و جلسه امنیتی دایر می نماید تا به فریاد مردم ولسوالی های پنجگانه اقچه برسند. همزمان مسئولان محلی ولایت جوزجان تاکید دارند که تحرکات طالبان در این اواخر شدت یافته است. دیر باشد او را بخیر عاجل کارش خلاص کنه. در ولسوالی های خانقا، منگجک، فیض‌آباد، مردیان و اقچه ولایت جوزجان از چندین روز به این سو نبرد شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی جریان دارد، ولی نیروهای اعزام شده امنیتی تا پیش از آمدن معاون اول رئیس جمهوری حتی نتوانستند یکی از قریجات را به تصرف خود در بیاورند. صبحگاه امروز چهارشنبه، نخستین روز عملیات تصفیوی بر رهبری استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری در ولسوالی های پنجگانه اقچه ولایت جوزجان برا انداخته می شود. دکتر نبرد به فرماندهان دستور داده است تا از چندین استقامت حمله کنند و بساط مخالفین مسلح دولت را برچینند.
تا دیروز اینجا پر از مخالفین مسلح دولت بود که با وارد شدن جنرال دوستم در میدان نبرد همه پا به فرار گذاشتند. حال با نیروهای امنیتی شجاع کشور وارد یکی از قریجات ناامن ولسوالی خانقا شدیم که در جوار شهر آقچه قرار دارد و باشندگان محل با خرسندی از نیروهای امنیتی استقبال می نمایند. و حال رسیدیم در یکی از ناامن‌ترین مناطق جوزجان که قلچاباد نام داره، مربوط به ولسوالی خانقا است که تا دیروز هم اینجا زیر تصرف طالبان بود و نیروهای امنیتی خیلی ها کوشش کردند که بتوانند تا این مناطق را زیر تصرف خود در بیاورند و ایلایی که دیروز معاون اول رئیس جمهوری وارد جوزجان شد و تا اینکه مناطق ناامن جوزجان را امن بسازد. باشندگان محل با انتقاد تند از عملکردهای غیر اسلامی طالبان در محل میگویند که طالبان از هیچ نوع آزار و اذیت دریغ نمی کنند و پیش از حضور معاون اول رئیس جمهوری در این مناطق طالبان ظلم و ستمهای زیادی را بر حق ما روا داشتند و ما دیگر نمیخواهیم زیر سلطه طالبان زندگی کنیم و از معاون اول رئیس جمهوری میخواهند تا بر داد و فریاد این مردم سلحشور برسد. necha ro'zdan beri o'zlaringizga ma'lumki shu urush, shu aqcha davomi bor. Bizlar shuni ayta olamizki, bizlar urushdan bexi xasta bo'lgan. Bexi urush bizlarni bu holat ko'p tanga giriftor qilgan. Bizlar urush xohlamaymiz. Bizlar urush qilmaymiz. Bizlar sulh istaymiz. Bizlar davlatimizdan va maqomot yuqorimizdan, maqomot bilan poyalardan xohish qilamizki, teztarin suratga shu musibatlardan, shu giriftorliklardan, shu takliflardan shu millatimizni xato bertalar, nima qilsalar. Bizlar to bo'lib bilincha janobi General Said do'stimdan pushtibolik qilamiz. Yana ham desangiz bizlar qablan ham sizga aytdikki, bizlar har nava hamkorlikka omadali, har nava hamkorlikka bizlar hozir omada to'xtaymizlar. Hamma mardum biladi-ku, shu har navaki mushkulot keladi shular tarafdan. Uni hammamiz bilamiz. Uni hojat aytmoq kerak emas. Xo'p, bizlar xususan qablan ham sizga men izhor qildimki, bizlar shu xususan sulh tilaymiz, sulh xohlaymiz. Qarang, necha ro'zdan beri bizlarni shu mardum oqchamiz avora va darbadar va har yerga, hatto aqalin to Kobulgacha ko'chdilar. Bildingizmi, ba'zilar o'zingizga ma'lumki, shu ro'zni topib shu ro'zni yeyotgani bor. Kori bordan qoldi, mardum darbadar, ishdan qoldi. Bir tarafdan desangiz bu ish yo'qligi, bir tarafdan g'aribchilik yo'qligi, bir tarafdan bu jang jadal bizlarni bexid desangiz mushkulotga giriftor qilgan. Xo'p, sizlardan tashakkur, sizlar keldingizlar, bizlar bilan o'ltirdingizlar. Bizlar کاروان نیروهای امنیتی توقفی ندارند و باید پیشروی کنند. این نیروها تصمیم دارند تا ولسوالی‌های ناامن ولایت جوزجان را از وجود حراستگران پاکسازی کنند. در این میان برید جنرال محمد هاشم مدیر عمومی 12 محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی معاونیت اول رئیس جمهوری که فرماندهی گروه از نیروهای خاص معاونیت اول رئیس جمهوری را بر عهده دارد، با بیان این که طالبان توانایی رویارویی با نیروهای ما را ندارند، میگوید که طالبان دیگر شکست خوردند و از ساحه فراری شدند. ظاهرا این نیروها با روحیه بالا و مورال قوی آمادند تا هر نوع مقاومت دشمن را در هم بشکنند. بیندایز ما فعلا در یکی از ناامن‌ترین مناطق جوزجان قرار داریم و همچنان در جبهه جنگ که در حال پیشروی هست. میشه در این مورد خودمان صاحب معلومات بدین که اینجا کجا هست و ما در کجا قرار داریم و پیش از این مناطق آیا به دست طالبان بود تا که ما تا کجا چی برنامه‌هایی داریم؟ یک معلومات کوتاه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز صبح که اول ثور سال 1395 است، ما نظر به امر هدایت جلالالمآب محترم معاون صاحب اول مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از مرکز ولایت جوزجان به طرف ولسوالی خانقا حرکت کردیم. فعلا در قریه قلچاباد ولسوالی خانقا هستیم. این صبح در طول مدت 1 ساعت قریه قلچاباد، بیشکپه، اوگم، بکاول 4-5 قریه از وجود طالبا پاککاری گردید. طالبایی که 2 روز پیشتر یا 1 روز پیشتر در این مناطق با نیروهای دولتی محلی با ولایت جوزجان در جنگ بودند. امروز فعلا به فضل مرحمت الهی منطقه قرجات که ما یادآور شدم،
پاککاری گردید. ما فعلا به طرف قریه سقزکل که مرکز فرماندهی قار عفیز ولسوال نام نهاد ولسوالی آقچه در حرکت هستیم. انشالله به زودترین فرصت مناطق هم پاککاری میشه. در مرکز ولسوالی با قماندان صاحب امنیه و دیگر نیروها یک جا میشیم. بعد نظر به هدایت که دادن ما منتظر هدایت میباشیم. طرف دیگر معاون اول رئیس جمهوری از استقامت ولسوالی آقچه وارد نبرد می شود و بار دیگر فرماندهان را فرا می خواند و برایشان دستور می دهد تا هرچه سریعتر پیشروی کنند برای اینکه طالبان را از مناطق ناامن این ولسوالی ها هرچه زودتر پاکسازی کنند. معاون اول رئیس جمهوری در نبرد قرار دارد و مردم شهر ولسوالی آقچه که از ساحه نبرد چندین کیلومتر فاصله دارد تازه خبر شدند که رهبرشان وارد دیارشان شده است. میخواهند ببینند و صحبت کنند درد دلشان را به او بازگو نمایند. استر جنرال عبدالرشید دوستم از مردم میخواهد تا از ساحه نبرد دور شوند، دوباره به خانه خود برگردند و همچنان وعده میدهد همین که ولسوالی های پنجگانه آقچه را از وجود مخالفین پاکسازی کند و شهر آقچه برخواهد گشت. ولی مردم به حد مشتاق دیدار جنرال دوستم هستند که حتی هراس از دست دادن جان خود را هم ندارند. حال استر جنرال عبدالرشید دوستم به خاطر اینکه بساط مخالفین مسلح دولت را برچیند باید پیشروی کند. قریجات ولسوالی خاناقا و ساحات زیاد ولسوالی آقچه از وجود مخالفین پاکسازی شده است. استر جنرال عبدالرشید دوستم به کاروان نیروهای امنیتی دستور میدهد تا روانه ولسوالی منگجک شوند و تصمیم بر این است که باید تمامی ساحات ناامن تصرف شوند. منگجک اینجاست، منگجک فراری اینجاست. ما اینجا هستیم. بله. ما اینجا. باز هم بچه ها پیلن در کجاست؟ بچه ها خیلی قطار این سر رسیده. عبور بودن راه یکی از دشواری‌های نبرد است، ولی جنرال دوستم بر هیچ دشواری تن نمی‌دهد و با نیروهای امنیتی دوش پیشروی می‌کند و کاروان جنرال دوستم در حال پیشروی است تا هر نوع مقاومت طالبان را در هم بشکند و تا شامگاه مناطق را باید تصرف نماید. نیروهای امنیتی از چندین جهت در حال تصفیه‌سازی مناطق تحت تصرف طالبانند، اما تا هنوز هیچ گونه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان صورت نگرفته است. ولی طالبان خانه‌های خیزش‌های مردمی را آتش زدند و پا به فرار گذاشتند. عبدالخالق پسر شهید محمد یوسف قماندان یکی از فرماندهان خیزش‌های مردمی در ولایت جوزجان که دیشب طالبان خانه‌اش را آتش زده بودند میگوید برای وطن خود و دفاع از ملت و مردم خود تا آخرین قطره خون میرزمم. اینجا یکی از خانه‌های قماندانان خیزش‌های مردمی بود که توسط طالبان حریق داده شد و عملاً دیده میشه که دیروز همچون عمل را انجام دادن. گفته میشه که در این مناطق نیروهای امنیتی دولت حمایت چندانی از خیزش‌های مردمی نکردند، ولی با آن هم خیزش‌های مردمی
که در ولایت جوزجان مستقر هستند بیان می‌دارند که تا قطره خون دارن از وطن خود دفاع می‌کنند و این هم یکی از پسران همان شهیدی است که در راه ملت، در راه وطن قربانی داده است. خیلی کوتاه می‌خوایم از شما بپرسیم شما چه حسی دارین امروز معاون اول رئیس جمهور در ولسوالی آقچه آمده و در ولسوالی خانقا عملیات را اندازی کرده و تا که شما دوباره آمدین در قریه خود؟ ما رهبر صاحب ما را حمایت کرد، امروز از ما پشتیبانی کرد، آمدیم در قریه خود، دیدیم که به حالت رسانده بود خانه های ما را. آخرم خانه را در داده گرفته رفته. امروز صبحی. شما چند سال میشه که به خاطر دفاع از وطن میجنگ با امروز رسمی؟ 3 سال میشه ما قتل دشمن میزنیم. 11 نفر شهید دادیم. پدر ما هم شهید شده. قدره خود داریم میزنیم. دیگه هم اگه کل ما شهید شویم ما از قریه نمیبرایم. رهبر صاحب ما را حمایت کنه، پشتیبانی کنه. ما تا قطره خون داریم میزنیم با دشمن. تشکر. نیروهای امنیتی دقیقاً بعد از تصفیه ولسوالی‌های آقچه، خانقا و منگجک و تلاشی کوچه به کوچه در اینجا یعنی انتهای ولسوالی منگجک رسیدند و معاون اول رئیس جمهوری نیز در جمع آنها حضور دارد. با اینکه هوا کم کم تاریک شده است و قرار است نیروهای امنیتی شب را در همین جا بگذرانند و اما جنرال دوستم در مورد عملیات چنین میگوید: و سلام برای شنوندگان عزیز تلویزیون شما. عملیات ما امروز از خود 200 کیلومتری آقچه و خودتان هم دیدین در موتر آمدین آغاز شد و دشمن تا آورده نتاند در برابر نیروهای امنیتی ما و تخمینا 3 ولسوالی همه جان تصفیه شد. این ولسوالی خانقا، خود ولسوالی آقچه، این اینجا ولسوالی منگجک است. ما شما آخر قریجات آقچه و منگجک قرار داریم و بیشتر از 200 قریه امروز تصفیه و تلاشی شد و حال دیدین بیشتر موتورسیکل سربازای خود مربوط به ولسوالی آقچه رفت، اینا را همگیشان عقب نشینی کردن. حال معلوم نیست که کجا رفتن، به خاطر شبای کمین اینا را افراد بکنه و چرا وظیفه دادیم رفتن. عملیات ما بسیار خوب بود تا پیدا کردن دشمن در کجا اینا پروت شدن، در کجا عقب نشینی گریختن تعقیب میکنیم. معاون اول رئیس جمهوری ضمن تعقیب حمله حراس افغانان بر ریاست دی امنیت ملی میگوید انتقام نیروهای شهید شده در این حادثه را از حراس افغانان خواهد گرفت. وی تاکید دارد که به هر قیمت حراس افغانان را شکست خواهد داد و اگر رئیس جمهور کشور هدایت دهد وی حاضر است در کندوز و دیگر نقاط کشور طالبان و دیگر گروه های حراس افغان را سرکوب کند. حادثه‌ای که در کابل صورت گرفت و مایره برای همه اعضای خانواده های سربازایی که اونجا شهید شد و مردم بیگناه و بیچاره کسبکار و دکاندارا زخمی و شهید شد تسلیت میگم با خانوادهشان، با شخص رئیس جمهور تسلیت عرض میکنیم و خو چند تا برادر ما ناجوان مردانه سربازای ما را به شهادت رساند. امروز رویه مورال دیدین شما سربازا را و دیگه یک 200 اضافه تر قریه را تصفیه کردن کار آسان نیست و این سربازا یک قوت‌های امنیتی ما انتقام او کسایی که در حادثه دیروز در ریاست ده به شهادت رسید همه سربازای ما همگیش مربوط به ریاست ده هست، اینا میگیره انتقامشه. ما هم تصمیم داریم انتقام و مردمی که در کابل به شهادت رسید و سربازا
ما تصمیم داریم انتقامش بگیریم. ما با هدایت رئیس جمهور اینجا وضعیت خوب نبود، با جوزجان آمدیم و لازم شد در کجا که لازم باشه و ما خب میفهمیم معاون رئیس جمهور هستیم، تا که از رئیس جمهور یک اجازه نگیریم داریم در سرپلم باید بریم، در پاریاب هم باید بریم. یک ولسوالی خوشتپه 10 روز است قهرمانانه می جنگه، قریب 40 نفر طالب کشت اینا. باید با کمک از اینا بریم، با اونجا میریم. بعد از لازم بود قندوز خودمان خیلی علاقمند هستیم بریم در قندوز، اصل جنگ اونجا میشه، اما بردباخت خود در اینجا بکنیم. مردم هم زیاد از شما میخوان، در فیسبوک اینا نوشته بودن که چرا شما قندوز نمیایید؟ ما البته معاون اول رئیس جمهور هستیم، در پست سیاسی هستیم دیگه، تا که همینطور یک مشکلات جدیتر نیاید ما را رئیس جمهور اجازه نمیده و اگر اونجا مشکلی آمد اجازه میده انتقام دمینجا می تانست او جنگ را که نداده باشیم عقب آمده باشیم هیچ در یاد ما نمیاید. ما امیدوار هستیم، ما دل ما به خاطر ازی مردم از اینا نفرت داره، از داعش طالبایی که در اونجا و یک تعداد طالبان ناگزیر همونطور طالب شده گشتن در پالیس. او طالبای محیطی، طالبایی که یک تعداد طالباست اونا با پالیس ما استاد میشه. چند تایی که استاد نمیشه با جزای اعمالش میرسه. ما اینطور جنگ نمیکنیم که این حال زد خورد شد، 10 نفر زخمی یا شهید شد، یک روز 2 روز خسته شویم بریم. یک چسب بیدیم 1 سال اعلان نمیکنیم تا اینا را جزای عملشان نرسانیم. عملیات و سرکوب طالبان تا زمانی که این مناطق از وجود طالبان به کلی پاکسازی نشود ادامه خواهد داشت. مسئولان در اینجا میگویند که نیروهای امنیتی همچنان در جستجوی خانه به خانه خواهند پرداخت و ولسوالی های تصفیه شده را استحکام خواهند بخشید تا طالبان دوباره در اینجا جرأت برگشتن را نداشته باشند.